الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينزل بأسا شديدا من ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. بسم الله العظيم المستعان. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه وأفضل خطابه وهو أصدق القائلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الآية صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان يومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدل لكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه أبو داود أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سروران گرامی دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت الله جل جلاله و عم نواله و عظم اسمه بر ما می فرماید که زمین خدا به خاطر عزیز است که ما به زمین خدا سیر بکنیم، حرکت بکنیم. به همه قرآن و خضبات عزیز زمین خدا انبار است. این ارضی واسعه، زمین ما خیلی بزرگ است. فایای فاعبدون، در هر نقطه زمین خدا که میریم خدا را خالصانه عبادت کنیم. این ارضی واسعه، زمین ما بزرگ است. فایای فاعبدون، مقصود ما این است که به هر نقطه هستی، در یمنی پیش منی، خدا را عبادت بکن و خدا را در همه کار ما حاضر و ناظر ببینیم. فاینما تولوا فثم وجه الله، هر طرف که روی دور بیتی خدا است. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. این مسائل را زمان انسان درک میکنه که یک وقت خدا همه ما و شما را مقیم و مسافر سرزمین مکه المکرمه بسازد. اونجا انسان درک میکنه که
دیگر این قبله ما کوچک نیست. امام رویش به این جانب است، مقتدی هم به این جانب از این اقتدا کرده. امام مقابل است، مقتدی دیگر از این جناب اقتدا کرده. امام روبرو است، کسی دیگر از این جناب اقتدا کرده. در یک منزل، 2 منزل، 3 منزل، 4 منزل، 5 منزل در اینجا آیات مقدس الهی واقعا بر انسان میرساند که فاینما تولوا فثم وجه الله. هر طرف که ما روی خود دور بتیم خدا است. بنان سروران گرامی، خداوند میگه که فمشوا فی مناکبها، شما به هر استقامت و به هر منطقه و به هر سرزمینی که از سرزمین خدا سیر و حرکت میکنید، شما برین به اون طرف سیر بکنید، بگردید، گردش بکنید. فمشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه. و از رزق و روزی که خدا برای شما عنایت کرده از این بخورین و بنوشید. شما یقین بکنین که آن چیز که رزق و روزی انسان باشه عقیدتون خراب نکنه. از شما که بیشتر آن چیز که رزق شماست نسبت به شما خیلی او در کشش است. رزق ما، روزی ما وقتی در این زمین خدا باشه، دیگر این رزق روزی ما باید جمع کنیم. نسبت به ما رزق روزی ما شائقتر و مشتاقتر است. الله جل جلاله به ما رزق وافر و رزق حلال طیب عنایت بفرماید. ما را از رزق روزی که حرام باشه پروردگار نجات بده. از لقمه های حرام پروردگار نجات بده. خداوند چشمای ما را از هر چیز حلال سیر بسازد. گوشای ما را پروردگار از حرفهای حلال طیب خداوند پر بگرداند. دستای ما را، پاهای ما را، جوارح ما را، قلب و وجود ما را، تمام جوارح ما را پروردگار از رزق حلال طیب خداوند کافی و شافی و سیر بسازد. آمین. سروران گرامی، ما بنده هستیم، قاصر هستیم، گناهکار هستیم، اشتباه داریم، به خدا رجوع بکنیم. لیکن ما نمیتونیم چیزی که حرام باشه او را حلال بگوییم و چیزی که او حرام باشه باز او را حلال بگوییم و چیزی که حرام باشه او را حلال بگوییم. این جواز نداره. این به همه ما معلوم است که الحلال بین و الحرام بین. حلال واضح است و حرام هم واضح است و ما بینهما شبهاتهما. آنچه که در بین حلال و حرام است او از شبهات است. کسایی را که خدا توفیقات بیشتر عنایت فرموده نه تنها از حرام بلکه اونا از شبهات هم حرام اجتناب میکنن. همین که خداوند متعال میگه والعاقبت للمتقین، عاقبت از متقیا است. متقین به صیغه جمع آمده. چرا صیغه جمع آمده؟ مفهوم و معنایی است که مقتدی یک رقم نیست، متقی یک رقم نیست. همین مقتدی ها هم متفاوت است. یک مقتدی ما مسبوق و یک مقتدی ما لاحق و یک مقتدی ما مدرک است. بنان دوستان عزیز، سروران گرامی، اما طور متقی ها هم متفاوت است. متقی است که خاص متقی است، متقی است که خاص الخاص است، متقی است که اخص الخاص است، متقی است که عام است. آن کس که متقی است تقوا میکنه، ترس از خدا میکنه، حلال و حرام میشناسه، از حرام اجتناب میکنه، به حلال متوسل میشه.
آرزو نداره که به حرام متوسل شود، بلکه روزگار لحظات مقطع این میشه که حرام هم میمونه. این حرام دیگه تنهایی نیست که مثلا ما از جیب کسی چیزی در ما بکشیم. ما در وظیفه خود، در کار خود، در یک کسی که کار میکنیم، در اونجا اخلاص نکنیم، در کار ما خلوص نیت نداشته باشیم، ما پرسان نکنیم در یک دسترخوان نشستیم، در یک دعوت از ما دعوت شد، ما در تلاش از این نباشیم که دعوت حلال است، حرام است، در اینجا رزق چه رقم است، این آدم کی است، از کجا این پول پیدا کرد و این چه رقم انفاق و خرج میکنه، ما مدرک از این چه رقم به دست آورد، چه رقم مصرف کرد، چی کرد. این اگر پرسان نکردیم طبیعی است که مثال گاهگاه دوستای ما که خدا بسیار متقی میگه به این مجلس ها، به این محافل و در این برنامه ها اینا سر خوردن که بالاخره اونجا رزق خوردن. این نفهمی که آدم که نام تهیه کرده کی است، از کدام مدرک است. این متقی است آدم، تقوا کرده، متقی از حرام اجتناب میکنه، به حلال متوسل میباشه. متقی خاص او متقی است که از حرام همیشه اجتناب میکنه. متقی خاص و خاص او کسی است که بر علاوه از این که از حرام اجتناب میکنه، از شبهات حرام هم اجتناب میکنه. لیکن ما اینمی مسلمان کافر گفته نمیتونه، ما برش متقی خطاب میکنیم. قرآن و حدیث پیغمبر برای متقی خطاب میکنه و تو و ازی کفر میگی. کفر واضح است که در کجا کفر است، در کجا اسلام است. او احادیث پیغمبر واضح ساخته. و متقی خاص الخاص امو شد که این آدم به صورت کل از حرام و از شبهات حرام اجتناب میکنه. متقی اخص الخاص چی کسی است؟ او کسی است که نه تنها از حرام اجتناب میکنه، از شبهات حرام اجتناب میکنه، حتی از بوی حرام اجتناب میکنه. میبینه اینجا بوی حرام است، دماغ خودم میبنده از خیالات حرام که بر ذهنش خیالش بگرده، تصور از این نداره که یک حرام بالاخره به این برسه و بس حرام ای راضی شود. این متقی اخص الخاص است که پروردگار عالم ما و شما را از متقیای خاص الخاص و اخص الخاص بسازه. همه ما روزه میگیریم، بعضا در ختم اشتراک میکنن. همه ما روزه میگیریم، در تراویح اشتراک میکنیم، بعضا در ختم اشتراک میکنن، بعضا در تراویح. شما ببین او هم روزه دار است، او هم روزش قبول است. او آدم نماز خفتن میخوانه و میگه من نمیتونم. یک کس دیگه تراویح را میخوانه، یک کس ختم میگیره، یک کس شب‌های خاصه اختصاص میده بر عبادت، مثل که نبی معظم صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان روزه داشته. وقت اذا دخل 10 اواخر من رمضان، وقت 10 اخیر رمضان داخل میشه، شد معذر پیغمبر صلی الله علیه و سلم کمر خدا مثل یک جوان کمر بسته کمر خدا بسته میکرد به عبادت، دیگر خوابی نداشت. به حد پیغمبر عبادت و بندگی به خدا میکنه که عایشه صدیقه میگه یا رسول الله پایکای تو ورم کرد، آیا خداوند گناههای ما تقدم و ما تأخر تو را خدا نبخشیده؟ و پیغمبر ما چی زیبا میفرماید افلا اکون عبدا شکورا، آیا ما بنده شاکر خدا نباشم؟ این چی است؟ این علائم از تقوا است، علائم از اخص الخاص بودن است. و پیغمبر ما به چنان عبادت غرق میشه حتی خدای بزرگ
برش پیام میفرسته که ای محمد رسول الله طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ای محمد رسول الله ما این قرآن را برای تو نفرستادیم که ای خلر تو مشقت بکشی. ای امتی کو امت آن بود که پیرو بود ورنه بر ضد نبی رهرو بود. بیاین ما کل ما متقی اخص الخاص بودن نمیتونیم. بیاین ما کل ما متقی خاص الخاص بودن نمیتونیم. بیاین ما کل ما متقی خاص بودن نمیتونیم. بیاین ما حد و اقل متقی باشیم، از خدا بترسیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای بنده خدا از خدا بترس. ای کسی که تو ایمان آوردی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر نفس نگاه بکنه که چی توشه زاد رائله بر خود تیار کرده در اون خانه تنهایی، در اون خانه که ما تنها هستیم، در اون خانه که ما نه در اون خانه فرش داریم، نه ظرف داریم، نه تخت و سریر داریم، نه قالین مور داریم، نه ما توشک بلند داریم و نه در اوج ما گروپ روشن داریم، بلکه در خاک سیاه ما اگر جنرال هستیم، اگر عامی هستیم، اگر وزیر هستیم، اگر رئیس جمهور هستیم، اگر مستخدم هستیم، اگر ما یک آدم بیکاره هستیم، اگر غریب هستیم و اگر ما غنی هستیم، اما در خاک سیاه یک روز ما سر میگذاریم. در اوجه نه بر ما و اولاد ما به درد میخوره، نه زن ما به درد میخوره، نه هیچ کسی ما و شما. بنابراین دوستان عزیز، در آور از قضایایی که ما امروز میبینیم که روزگار برای ما و شما امروز یک پای دیگر برای ما و شما مطالب آمده و بالاخره ما و شما در اینمی مطالب و در همین مسائل مسائل ما در جریان هستیم که یعنی کلش درد آور است. همه مسائل برای ما درد می آورد و ما را رنگ میده. یک دوست ما پیام داشته که امروز تعداد مردم پیدا شده. ما میبینیم که رسانه های دین ستیز و دین گریز اینا یک سند است. سند به او کسانی است که امروز اینمینا را عنوان میکنند و علیه نظام و دولت و مردم و سرزمین خود قیام میکنه و میگه که مثال اینمی تلویزیون اسلامی نیست. هفته گذشته ما اشاره کردیم بعض رسانه های دین ستیز و دین گریزی هستند که برای ما جز بی حیایی، فحاشی، بی ستری و بی حجابی را برای ما درس میده. تمام رمزهای ویران کردن خانواده را برای ما درس میده. دوست ما پیام داد که گفت در یکی از مناطق یاد کرده که در اوجه به یک شکل از اشکال با نیرنگ ها، با ایله های مختلف، ایله های مردم فرنگ چون پر طاووس باشد رنگ. وقتی موسی علیه السلام در برابر بلعم باعور واقع شد، بلعم باعور از جمله مردان بود که این مستجب الدعوات بود، دعای از این اجابت میشد، صاحب کمالات بود. مردم در برابر موسی استادگی کردند. شهر انطاکیه‌ای که فلسطین است این فتح نمیشد. موسی علیه السلام در ناگزیری ها قرار گرفت، بالاخره تصمیم گرفت. دشمن دید که این شهر بالاخره توسط سپاه و دعای موسی علیه السلام و توسط سپاه مسلمان ها این شهر ما فتح میشه. دسیسه های مختلف کردند. یکی از نیرنگ ها امیر بود که آمدن این پیش بلعم باعور آمدن گفتن ای بلعم باعور، گفت ای نمی موسی تصمیم گرفته که تو مستجب الدعوات هستی، کلگی به دور تو مردم جمع میشه، از تو فیض میگیره، از تو دعا میگیره. موسی یک دین جدید آورده که اول تو را رد میکنه.
اول تو رو نمیخواهد. با مردم ذهنیت دادن که دین در خطر است، اسلام در خطر است. امروز برعکس، ما دین بگذاریم که انسانیت در خطر افتاده. او کار را که حیوان نمیکنه امروز انسان ها کرده رایسته. این انسانیت در خطر میره. حقوق بشر در دیگه دنیا حقوق بشر است. یک قطره خون یک یهود، یک انگلیس معادل یک بیلر خون مسلمان است امروز. این کسایی که سنگ حقوق بشر را به سینه های خود میزنه، بیرق حقوق بشر را بلند میکنه، در افغانستان طفل و سیاسر و سفیسر و مرد ری سفید و زن پیش سفید به شهادت میرسه، خونش میرسه. این حقوق بشر در کجا هست که فریاد بلند بکنه اون کمونیستی های حقوق بشر کجا شد؟ اینا همه ایله ها هست، ایله های مردم فرنگ، چون پر طاووس باشد رنگ رنگ برای ما همه درامه جور میکنه. موسی علیه السلام در برابر بلعم باور میخواستن بخیر. موسی گفت بلعم باور ما کار نداره. نزد بلعم باور آمدن، گفتم موسی تو را نمیخواد. گفت ما را کار نیست به موسی، ما در عبادت و در صومعه خود هستیم، به عبادت و به مراه و طریق خود هستیم. موسی هر وقت آمد ما کلی صحبت داره. بالاخره تلاش کردن، تلاش زیاد کردن، از زنها استفاده کردن، از دخترای جوان استفاده کردن. مثل که ما بعضی رستوران ها و کافاره ها را آل بعضی از کسایی که خود تاجر و بزنسمن میگن ما تاجر هستیم، ما فلانی ها هستیم. رستوران ها جور میکنن، رستوران ها در بسته است. با اون رستوران ها کسای آشنا هستند که در اوج پیکان میزنن و فسق و فساد هم میکنن و در اوج کسایی که میزبان است میزبانی میکنن. دخترای اشک از بیرون خواسته میشه، با یونیفرم های مختلف اینا اندام ها از اینا را به معرض فروش قرار میدن. مثل که در تلویزیون ها و رسانه های مزخرفه که اینا مثال به این فجایع روان است. شما دیدین که 5 نفر از طلوع کشته شد. طلوع دیگر برنامه های سوگواری و دیگر اعلان های غم اعلان میکرد. این ملت که 200 نفر به شهادت میرسه، شکم هایشان پاره میشه، سینه هایشان دریده میشه، گلو هایشان بریده میشه، در شفاخانه بیمارستان های ما اینا به هلاکت میرسه. دیگر این تلویزیون ها رقص، پایکوبی و صدها فسق و فساد روان است. در تلویزیون اعلان میکنه، یعنی بدترین حالت اینا اعلان میکنه اینا فاسق عصر ما هستن. و کسایی که دعوای از اسلام داره و میره به شفاخانه ها اینا وظیفه خود غلط کردن. به تلویزیون نشان میده یک کسی را، کسی بر ما گفتی یک حالت خانواده خود به ما میکنه، اعلان میکنه این چی است؟ این کاندوم است، از این پشت استفاده کن. این طفل 5 ساله میگه بابا پشت چی است؟ این لعنت به این تلویزیون و لعنت به کسانی که تلویزیون رهبری میکنه و لعنت به اون نظامی که این تلویزیون حمایت میکنه. این نفهمید که این خانواده را به کجا میکشانه، این طفلا را به کجا میکشانه. و این طفل 5 ساله به بابای خود میگه پدر این پشت چی است؟ این چی معنا داره؟ این چقدر بی‌شرمی بی‌حیایی شده؟ اینا همه دستاویز بر کسانی است که در ایج خون مردم میریزانند. در محاکم که مثال عدالت تأمین نمیشه، در اتنا قضیه وقتی که رفتی اوجا رشوت گرفته میشه، حق باطل میشه، باطل حق میشه. در یک قضیه که در 2 روز حل میشه 5 سال مردکه سرگردان است و 10 مسلمان به زندان میره. بالاخره در ایجا کی بر علیه نظام میخیزه؟ اینا کلش دلایل است که بر دیگرها سمت ما میتیم.
اگر ما حکومت داری میکنیم این خطایا را مهار بکنیم. این قاضی ها از قاضی های اخیر الزمان است، خدا اینا را به خشم و غضبش گرفتار کنه. قاضی که در مسند رسول کریم نشسته، ملایی که به این مسند نشسته در اینجا معامله‌گری میکنه، خدا به غضبش گرفتارش کنه. این ملت به کجا میره؟ این اصالت و رسالت ما در کجا است؟ وظیفه ما همین است که ما همه گیره بغرانیم. حالا یک پیام رسید گفت که در کدام منطقه اعلان کردن یا مثال به صورت اطفال کسای روان میکنه ما موی میخریم. چی میخریم؟ ما موی میخریم. موی چی؟ موی خانم ها را میخریم. به این معنا که زنهای ما را مردانه میخواهند بسازند. مثل که حضرت ایوب، داستان حضرت ایوب پیغمبر را بخوانید، اما گفها را خانمش حبیبه قبول کرد. در آخر ابلیس نیرنگ گره بچال. این نیرنگ های ابلیس است، شیاطین انسی و جنی ما داره. بالاخره درامه را ایجور کرد که یعنی خانم حضرت ایوب صابر به خانه ها رختشویی میکرد و یک لقمنان و دوا و مداوا را جور میکرد به شوهر خود میبرد. او کسی که زندگیش یعنی باغ‌ها و بستان‌ها و بالاخره سپاهای از اسبش، لشکرهای از اسب‌های ازی، رمه‌های بستان‌های ازی، رمه‌های اسب‌های ازی، رمه‌های گاوهای ازی، رمه‌های بزهای ازی، زمین و کشت و زراعت ازی، تخت و بخت ازی، همه به خاک یکسان شد. آزمون الهی بود. بالاخره از این مطالبه میکنه ابلیس، وسوسه میکنه که به زن ایوب صابر بگوین که شما هر چیز که میخواهی ما می برای پول تهیه میکنه، لیکن از این یک قسمت مویت بر ما مویت بفروش، عزتتان بفروشه. یا همه درامه از دوست عزیز. این پیام‌هایی که برای ما میرسه، این قضایایی که امروز ما میشنویم میبینیم از طریق رسانه، از طریق تلفن، از طریق فضای الکترونیکی ما میشنویم، میبینیم قضایا تعجب آور است. یک شیخ با اینقدر عبا و قبا، کسایی که در فیسبوک دیده باشه، ریشش بسیار کته، چشمایش خوب بلق برآمدگی، چلتار به کلش با یک دست خودتون میکنه که نوروز حرام است و قتل حلال است. این یک درس است. نوروز حرام است، ترور فجار و انتحار حلال است. ما با یک نوروز گرفتن و با کسی گفتن که سال نو مبارک، تو مال حکم تکفیر میدی. اسلام همه قدر محدود است که با یک گفتن سال نو مبارک ما از جاده اسلام خارج میشیم. با یک کسی مثال یک دانه تخم دادی، یک کلاه را بخشیدی، اونجا نوشته کردن که این آدم مشرک شده و این کافر شد. این سرزمین این خوخ مردمه که مثال هر ولایت از خود رسم انعنه داره. نورستان ما یک رقم انعنه و کلتور داره، در مرده و در زندهش، در خوشی و غمش. هرات ما دیگه رسم و رواج داره، پروان ما دیگه رقم رسم و رواج داره، لوگر ما دیگه رقم رسم و رواج داره. خوست ما، برادرای خوست ما، گردیز ما، برادرای بدخشان ما، برادرای مزار ما، بالاخره ولایات ما، کابل ما، رسم‌های مختلف دارن. نوروز که میشه صدها خانواده امروز نامزد داره. باز یک ذره به عنوان چی میگم ماهی و جلبی و به اصطلاح یکم چیز میز میبره. این مردم کلش کافر شده. الله اکبر. اسلام اینقدر محدود شده. باز اونا برشان چی میده؟ تخم و بسراق میگه چی؟ این مردم کابل رواجش بوده، به نام نوروزی گفتن. این میگم که کافر شده. ترور حلال است، کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع حلال و طیب است. اینا همه مسائل است که ما را درد میده، رنج میده. حدیث نبی معظم ما اینجا برای شما حال تلاوت میکنیم و قرائت میکنیم. موسی علیه السلام بالاخره در برابر برهم باول این مواجه ساختن. چی رقم با گرفتن، گفتن که آخر تو را نمیمانه. این باران که مجبور ساختن که تو مستجاب دعوات هستی، بلند شده ای کوه بلند، دی
کوه شیر دروازه بلند شو، در بارگاه حضرت تمیم جبیر انصار سری بلندی بالا شو، دعا بکن بری موسی که موسی هلاک شود. بالاخره این وادار به می شد. با مرکب داشت، مرکب بلند میکنه به طرف کوه، لیکن مرکب مثل صاحبان فیل که به خانه کعبه حمله کردن، این صاحبان فیل سر تعظیم گذاشت و این فیل ها به طرف کعبه که نزدیک شدن، اینا بیعت کردن و زانو زدن و سر به سجده ماندن. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! موسی علیه السلام در برابر این واقع است. فیل ها سر به سجده میگذارن. وقتی محمد رسول الله هجرت میکنه، سراقه بن مالک حرکت میکنه به تعقیب محمد رسول الله و تعقیب ابوبکر صدیق است، صدیق اکبر و محمد رسول الله را انعام گذاشتن که هر کسی که سرشان به دست ما آورد، هر کس مرده و زندهشان بر ما تسلیم کرد، 100 شتر موسی با بارهایش برش میده. سراقه بن مالک دیوانه است که این 100 شتر را به دست بیاره، لیکن وقتی حرکت میکنه بر مسیر جبل ثور در اینجا پاهای اسب به زمین فرو میره. وقتی بلند میکنه ریگها انبار خاکها به چشمای اسب بلند میشه، دیگر آمده نمیتونه. اینا همه مکتب است. بر همه باور میگه بلند میشه. وقتی که بلند میشه حرکت میکنه با این مرکبش به زمین زانو میده. هرچی میکنه یا مرکب حرکت نمیکنه. به حد این مرکب خود میزنه که مرکب هلاک میشه. خود از این پاهان میشه که در این منطقه چون محل اجابت دعایش امی بلندی بوده، میخواه که بلند شد در اینجا که بالا میشه، امو که میگن که این مستجاب دعوات امی کیفیت از دوش برداشته میشه. میگن اسم اعظم برزی بود، اسم اعظم از ذهنش فرار میکنه در برابر موسی. اینجا وقتا میگه که والا موسی کدام گپی است. پایین میشه برای مردم دستور میده. چی دستور میده؟ که موسی را ما چه رقم ما میتونیم که موسی را ما فتح بکنیم و موسی را ما بشکنانیم. میگه ما یک راه را براتون بکنیم، دیگه کار نکنیم. دخترای 14 ساله و 16 ساله و 17 ساله و 18 ساله را با پشتای از اینا بارها را بدین، یعنی چیزهایی که خرید فروش میشه، صابون و مثال کیسه و بالاخره کریم و پودر و هر چیزی که مثال این بازار داره، دخترها در پشت کیسهای خود، در پشت خلطه ها و بالاخره بیک های خود امیر در بین سپاه موسی روان کنند که اینا بخرن. اگر یک دانه صابون، یک دانه مثال کیسه، یک چیز ضرورت است به بازار اگر به 10 افغانی است، شما به 2 افغانی بدید که علاقمند شوند. یک دوم هدفی است اگر این سپاه چون سپاه در لشکر در جبهه است، یگان بار سن شما نگاه کرد، شما هم یگان چشمک برش بزنید. باز اگر سر شما دست مان شد، دست خود سر شانه شما دست خود بستر گردنش پیش کنید، تا ای که سپاه موسی را ما با وسیله دخترای جوان مشکنانیم. این جامعه تو را، این خانواده تو را با اینمی فجائع، با می فسق و فساد، با می تلویزیون های دین ستیز و دین کویز زن و دخترت از جاده شریعت به دین با بی حیایی، بی سرتی، بی حجابی میکشانند. این درامه های یهود و نصارا است که امروز به یک شکل دیگر در میدان مطرح شده. آگاه باش، هوشیار، بیدار. این حرف ماست، این گپ خود ما میگیم، ما پروا از اینم، هیچ وابستگی به نظام نداره. نظام ما نظام الهی است، در قرآن 2 حزب معرفی شده، حزب الله و حزب الشیطان. حزب الله حزب الله هم یعنی کی است؟ همون مفلحون، اینا مفلح هستند. سپاره 28 قرآن، 28 قرآن بیان میکنه حزب الشیطان هم الخاسرون. 2 تا حزب ما میشناسیم، ما پیروان حزب الله هستیم. حزب الله جل جلاله به ازای ساختگی دیگر ما باور ما قطع شد. سپاه موسی به هر جای از سربازان سر اینجا دختر جوان و میدان حرب و نظام در اینجا کس از کس پرسان نمیکنه. اینجا محکمه صحرایی است که از پروایش نداره، هرچی که دستت میاد آزاد هستی، با دختر مردم، با زن مردمه. حال اینمی درامه رو برای ما جور کرده دیگه.
بالاخره موسی علیه السلام میگه یک روز یکی از قماندانان ارشد خود میبینه که دست یک دختر گرفته با آغوش خود کشیده رایست و این از زیر خیمه خود میبرد. موسی نگاه میکنه، موسایی که جلالی است، موسایی که در برابر فرعون استاد شده با یک قبطی مقابل میشه، تحمل نمیتونه، حق از باطل جدا میکنه، با یک مشت محمدی که میزنه در سینه ازی این حلاک میسازه. تحمل نمیتونه. لیکن موسی میبینه که جبهه مختلف میشه، کله کدام قماندان خدا رو بزنه، کله کدام این سلاح داره که دست از این سلاح جنگ بکنه. تعجب میکنه چی بکنم آخر. موسی سعی میکنه، این قماندان نگاه میکنه، موسی عمران سلام میزنه سرش. آیا تو فکر میکنی که مرا بگویی که این دختر از زیر خیمه خود ما داخل نکنم؟ موسی پیش نشه که شمشیر گردنت میبره. در برابر موسی استاد میشه. این دسیسه ها، این برنامه انگلیس است. تفرقه بیانداز، حکومت بکن. امروز اینمی تفرقه انداختن است. تو پنشیری هستی، من پشتون هستم، این هزاره است، این تاجک است، این ازبک است. امروز در نظام ببینید که مثال گپ چی است. عبدالله است، او طرف مثال استاد فتاست، او طرف فلانی است. این تفرقه های است که تفرقه بیانداز، حکومت بکن. این نظام است. ما توقع ما از این نظام در همین برهه همین نیست که بالاخره این ملت باز به تباهی دیگه به مسائل جنگ های داخلی باز هم مثال ما دوچار شیم و این ملت به خاک خون یکسان شد. این درامه است. اگر کس کتاب خوانده، اگر جوفی صحبت نمیکنه، اگر مکتب خوانده، این قضایا رو درک میکنه. دنیا به کجا رسیده؟ ما در این فکر ماندیم مفتی صاحب، ما مفتی مفتی او شیخ صاحب او شیخ الحدیث و شیخ القرآن خدا نامت گذاشتی. تو امروز در این گپ ماندی که کس مزار رفت ایده را رفت کافر میشه و مشرک میشه. چی به اشتباه بزرگ رفتی؟ ما آن چیز که مسائل داریم دین ما گفته. حضرت انس بن مالک میگه که قدم النبی صلی الله علیه و سلم، نبی مکرم میگه به مدینه النبی آمد، دید که مردم مدینه را که ولهم یومان یلعبون فیهما، برای مردم دو روز است و در این دو روز خوشی دارند. این روزا کدام است؟ جشن میگیره. این برای کی است؟ برای کفار است. این کی است؟ برای قریش، کفار قریش، مشرکین قریش. ما 100 سال دیگه نوروز بیاد، اگر به نوروز گفتیم نوروزت مبارک، سال نوت مبارک، ما دمی 100 سالی پدر و نیاکان ما مشرک نبوده، مسلمان بوده و گوینده کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بوده. این در عقیده ما تاثیر ندارد. یکی اینجا مسئله عرف است، عرف عام است که عرف خاص است. ما در دین ما 10 چیز داده: کتاب الله، سنت، اجماع، قیاس. اینا 4 اصل اتفاقی است. استصحاب، استحباب، مسائل مرسله، مذهب صحابی، شرایط رسول، عرف. 10 اصل ما داریم از ادله شریعه. عرف یک چیزی از در دین ما جایگاه دارد. عرف عام است، عرف خاص است. ما نشناختیم عرف عام و عرف خاص است. عرف چی است؟ اینمی عرفی مردم است که مثال سال نو میشه میگن روز معارف است، میگن روز دهقان است. اینا این مذهبی نمیگن. ما مذهبی معلوم است که پیغمبر گفت که این روزا چی است که شما خوشحالی میکنید، خرسندی میکنید؟ گفت کنا نلعب فی جاهلیه. این در زمان جاهلیت ما این روزا را تجدید میکردیم. پیغمبر فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر چی میگه؟ قد ابدل لكم الله بهما، خداوند تبدیل کرد، تعویض کرد این روزها را که شما جشن میگرفتید. خیر منهما، بهتر از این 2 روزها کدام است؟ یوم الاضحی و یوم الفطر. ما 2 روز مذهبی داریم که روز عید قربان است و عید رمضان مبارک است. این مذهبی است، این عرفی است. کفر و اسلام مردم با این محاسبه نکو. باش که این حدیث را بگویم تمام شد قضیه وقت ما که کفر در کجاست. وقال النبی صلی الله علیه و سلم، نبی مکرم چی میگه؟ کفر در کجاست؟ الکفر چی است؟ حشرة فی هذه الامه هم کفار بالله العظیم. 10 چیز است که در بین امت آمده و اینا به خدای بزرگ خود کافر هستند، به خدای عظیم کافر میشن. 10 گروه از امتان ما هستند که اینا مومن
میگن لیکن اینا کافر هستند. این در طبقه کدام است؟ خوشداری که بشنویش بله ما میشنویم چی میگه؟ و یظنون انهم مؤمنون، گمان میکنن که ما مؤمن هستیم. مگم برعکس اینجا حدیث برات میگه کافر شدی و بچه او چی است؟ القاتل بغیر الحق، کسی که مسلمان به غیر حق میکشه کافر است. گرفتم کافره که کی است؟ به حکم شرع آب خوردن خطا، گر به فتوا خون بریزی رواست. وقتی ما به فتوای شریعت خون میریزیم اونجا کتب علیکم القصاص القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، قرآن بر ما گفت قتل نفس، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. بدون موجب در روی زمین و خدا کسی را به قتل رساندی، تو بفهمی که با مساویت که تماما خلق خدا را به قتل رساندی. کسی که قاتل است القاتل بغیر الحق و الساحر و جادوگرا. یک کسی را بر ما آدرس دادن با یک قدر شمشیر کلام داره، ریشش با شمشیرش یکسان است، اندازه ریشش با شمشیرش اونم قدر دراز است، بازم ریش داره. مسلمانی به ریش نیست. خواجه عبدالصمد در کلکان اگر کسی به زیارتش رفته باشه این دو تا بچه داشت، یک بچهش دیوانه سار بوده، در بازارها میگرد، در مسجد میامد پیزارا را این طرف و طرف میکرد، میگو جنتی دوزخی جنتی دوزخی. گفتن تو چی رقم بابت ده چقدر یک آدم بزرگ است تو رسایی که ریش نماندی؟ گفت ریش میگن بابه من ریش دارم مریض است. خواجه عبدالصمد ولی میگه بچهش همه کرد بسم الله الرحمن الرحیم اینم قدر ریش جور شد. ان الله لا ينظر الى صوركم، خدا به صورتهای ظاهری ما نظر نمیکنه. معبا و قبا در میریش خدا کل کرده. تو مردم به دیگه با کفر اسلام مردم محاسبه نکن. ان الله لا ينظر الى صوركم، خدا به صورتهایتان نظر نمیکنه. یک آدم بسیار بیچاره و مظلوم بسیار قیافه که خراب داره، یک آدم خوب قشنگ است، این دیگه تقوا از این نیست. ولا ينظر الى ثيابكم، خدا به کالاهایتان نظر نمیکنه. ولا ينظر الى اجسامكم، به جسمهایتان نظر نمیکنه. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ونياتكم. الانسان بعذابه لا بزيبه ولا ثيابه، انسان به عذابش است نه به زیب زینت ظاهری ما. و ساحر دیگه جادوگرا است. و نه زنه میگه دلت بلند کن، دامنت بلند کن، من سر نافت چیز نوشته کن تو صاحب اولاد شوی و در غضب خدا شوی. تو چطور ایمان وجدانت اجازه داد که پیش شیخ و ملا و مولوی دکتر اینا هیچ کدامش محرم نیست؟ محرم نیست که تو بگوی والا محرمت لوچ کن. یا یک زمان بوده باز که بنده او داستان هم شما یاد داشتیم، این مردم میفهمن، کسایی که اشاره کردیم بفهمن. باز که بنده بالا است، این زن بیعقل بنده خود باز میکرد. اینطور نشه که مثال خدای نخواسته ما دین خود یک بار ببازیم. این بازی ها هست، اینا شیاطین اصل ما هستن. ساحره که در بین مردم تفرقه مندازه، در خانواده ها مناقشه ها را مندازه. و دیوس الذی لا یغار علی اهله، دیوس هم میگه این آدم خوب فکر میکنه چون خب مؤمن هستم، مگم دیوس است میگه آدم کافر شده نفهمیده. دیوس کی است؟ الذی یقر فی اهل خبثه، در خانوادهش زنش که هر جای رفت، در مسیح خارجی رفت، در هر جای رفت، هر کار کرد آزاد هستی، برو بیادر با ما خدا، با ما فقط پول پیدا کن. یک کسی ما استاد بودم در اسگاه آمد، بچه که خودم در بقر خود گرفته کدو خانم خود آمد، موتر آمد، موتر خارجی ترک زنش بالا شد، تایدان موتر رو میره بدرقه میکنه، باز طفل در خانه گرفته خود دستی آغوش خود میبره، این زنش خارجی بود، این در مسیح خارجی کار میکنه، پیش یک کافر کار میکنه، بازی دیگه او طفل وان میزنه، این چوشه کردانش میکنه، اوش خبر نداره که مثال نیچی گپ است. این دیوس است الذی یقر فی اهل خبثه، در خانواده خود بی‌غیرتی را قرار داده. ما مسلمان نیستیم، فقط درامه‌های مزخرفه که امروز این تلویزیون‌های یهود نصارا که بر ما عرضه میکنه فقط ما را دیوس میسازن.
این تلویزیون ها و از این درامه ها حمایت میکنه. کسایی که زماندار اسلام خود میگه، کسایی که رهبرای جهاد اسلام خود اعلان میکنه، در وکالت هستن، مولوی هستن، مسجد پیغمبر بسته کردن، وکالت گرفتن، رسالت خود اگر ادا نمیکنه، اینا در روز محشر قیزه های آتشین به دهنشان انداخته میشه. پیغمبر میگه که و مانع الزکات واها و زکات، کسی زکات سرت فرض شده، صدها زن بیویت بردن به خارج به نام درامه های بیوزن ها که مثال برش برنامه جور میکنه، دفتر مندازه، تو برای یک بیوزن، برای یتیم یسیر زمستان تیر شد، تو بلدنگ ها را آباد کرده رئیسی، قصر ها را آباد کرده، تجارت و بزنس، از حال غریب و مسکین و بیچاره و هر دم شهیدت خبر نیستی، تو زکات نمیتی، مال خدا رو نمیتی، 2.5% مالت حق خدا هست. این مردمایی که زکات نمیده، اگر واقعا در کابل زکات دهنده ها، این دکاندارهای کسایی که زکات سر لازمه پول زکات خود بده، دیگر فقیر و گداه دیگر در اینجا محتاج باقی نمیمانه. تو گز منت دیگران بیخبری نشاید که نه نامت آدمی. تو چه خبر داری از حال ما؟ از حال مسکین قبیل چه خبر داری؟ تو به می خوش هستی که در موترا بگردی و کاکا تاجر هستم در غضب خدا شدی تا. و شارب الخمر، کسانی که دائم شراب می نوشن، شب و روزشان در شراب نوشی تیر میشه. این مردم دیگه نگوید که ما مسلمانن. کافر یعنی در این معانی چند معنی دارد. کفر یعنی گناه کبیر. در بعض موارد کفر ثابت است و در بعض موارد و همچنان و من عجب علیه حج فلم یحج، کسی سرش حج فرض شده حج نمیره. ولاد افغانستان یک حج است و برادر او حج علایده است، زکات معلوم است، حج مصرف معلوم است، هر چیز ادا کو. وقت مکلف به حج شدی، حج خانه خدا فرض است، این رکن خدا را ادا بکن. و همچنان چی میگه؟ و سعی فی الفتن، و کسانی که هر روز درامه فتنه را جور میکنن. این همین تلویزیون ها فتنه هایی را که امروز به مردم افغانستان به میان میارن، این سیاست مدارایی که بر مردم ما هر روز یک فتنه دیگه، فتنه چیز آزمون، یک روز مثال یک طبقه را به نام یک چیز بر ما نمایان میکنن، یک روز دیگر به نام دیگر چیز، یک روز امریکا از او حمایت میکنه، یک روز روس از او حمایت میکنه، یک روز چین از او حمایت میکنه. این کلش درامه های یهود و نصارا، ایله های مردم فرنگ چون پر طاووس باشد رنگ رنگ. آجیشم خلاص میشه. و باعث سلاح من اهل الحرب، دیگه کسایی که در میدان حرب است این سلاح را مفروشن. این دکاندارای دیگه میلیون ها میل سلاح را معامله میکنه، این سلاح فروشه هم به غضب خدا است. این حدیث پیغمبر چقدر پیغمبر فهمیده، پیغمبر ما چقدر گپ‌ها را میفهمیده که یک وقت دیوسا پیدا میشه، میفهمیده که یک وقت سلاح فروشا پیدا میشه. این ملت سلاح فروش کی است؟ آمریکا سلاح فروش است، انگلیس سلاح فروش است، روس سلاح فروش است. کسانی که در این معامله سلاح را میکنند اینا هم از جمله سلاح فروشا است. برای شما واضح قول پیغمبر، کسانی که سلام فروشه به خاطر چی؟ سلام به خاطر چی فروخته میشه؟ به خاطر اینکه یکی دیگه خود ما بکشه. امروز در خانه هر کس مجبور است که نگاه مسئله داشته باشه. وقتی ما فتنه رو میبینیم هر کس میگه یک مسئله که سر ناموس ما کس تجاوز نه. در روز روشن نرکره از دو درون موترش پاهان میکنه تا وقتی در کلش میمونه، در سر جلوش میشه با میبره. در روز روشن شما دیدی که مثلا سر یک نفر فیر کرد، او مقاومت کرد، یکیش در پای زد، دیگه در سینه زد، نفر دیگه در پای زد، برده. یکی شهید شد، یکی زخمی شد، دیگه زخمی کرد خود بردن. بعد از او گفتن که برای ما $1 لک $2 لک بیاد. این گپ شد نشد. در روز روشن 9 بجه روز، در روز روشن در شفاخانه میدویند، به سینه های مردم کار نمیندازند. ما شستیم که برادر ما نظام کردیم. این سلاخ و بخاطر نمیگه پس و ناکه المرأة فی دبرها. و دیگه طبقه مردم که خود مسلمان میگره زن داره، قرآن میگه که برش میگه فاتو ارسل لکم ان ناشیتم، با کشدار خود پیش بیا. این بیادبی میافت زن خود میگره از پیشوری میمونه پشت سر روان است. اینه کی درس دارد؟ اینمی درامه ها، اینمی تلویزیون ها که دست هر کدام ما شماست. اولادای ما را اینمی درامه هایی که امروز مثال یهود نصارا بر ما جور کردن، اینمی فیسبوک ها، اینمی برنامه هایی که مثال در تلفن ها هست، صدها فجایع بر ما شما نشان میده.
این زن خود از طریق حلال میگذاره به طریق حرام پیش میشه. مسلمان است یا بگه که برای چی دستور خدا رو چی میگه؟ و ناکزات رحم المحرم و همچنان کسایی که با کسایی که جواز نداره با اون نکاح میکنه. شما دیدین در ولایت سنم نمیکنه، یک خوار نکاح کرده دیگه خوار در پولیس نکاح میکنه. این زور است، این زورگیرا هستن. این ولای خوار دیگه شما خوش آمد در حالی که محرمات معقد و معبد داره. ما شما حتی یعنی با محرمات معبد شما در برین در محاکم که ده ها قضیه خوار خود کسی یک جا شده، مادر خود کسی یک جا شده، با دختر خود پیش شده. این سرزمین اسلام است. ما تعجب میکنیم ما فرار بکنیم یا شما فرار کجا بریم؟ این علم هذه الافعال حلالا فقط کفره. این مردم ها میگه فکر میکنن اشتها حلال است. این مردم میگه مطمئن باشن که یا به اسلام نیستن بلکه کافر هستن. پروردگار ما را از شرشان نجات بدی، ما را از شر شیاطین انسی و جنی نجات بدی. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبحرمة كلمي طيبي لا إله إلا الله.